بیبی جان بافتنی واس کیه؟ واسه معلم جانه. یادش بخیر قدیما من چقدر روز معلم رو جشن میگرفتم ولی معلم من از کلاس مینداخت بیرون. خب بچه ها میدونید که طبق تقویم جان جانا به زودی روز معلم در پیشه. بله. بچه جانا برای معلم جان چی میگیری؟ یه نقاشی میکشیم. چه نقاشی؟ یه نقاشی زیبا از پرواز یک مرنج. فکر خوبیه. نقاشی بی نقاشی باید بهترین کادوی عالم هستی جانا برای معلم جان بگیریم. بچه ها خوب به فیلم معلم جان نگاه کنید ببینید چی لازم داره. نکته فیلم رو گرفتیم؟ معلم جان نواش را میره. نوچ کج را میره. نوچ. ای بابا دقت کنید یه بار دیگه. حالا فهمیدین؟ نه. ای بابا کفشاش، به کفشاش دقت کنید. بند کفش نیاز داره. بابا یاده سیبیله بابا میچرخه. بس کنین. وقتی بند کفشش بازه یعنی چی باید بخریم براش؟ کفش. ولی ما میخوایم براش نقاشی بکشیم. حرف نباشه همین که بابا جان میگه. شما میدونید بی‌تربی جان و بچهای مردم چی میخوان بخرن؟ چی میخوان بخرن؟ ما هم نمیدونیم اما باید بدونیم. چرا باید بدونیم خانم جان؟ اصلا بمرچه. چون باید کادوی ما از اونا بهتر باشی. حالا از کجا بدونیم شماره کفشش چنده؟ اونش با من. بچه‌ها به این معادلایی که پای تخته می‌نویسم خوب دقت کنید. پیشت خوشگل جان. ظرف گل حالا مجهول رو می‌نویسیم. در اینجا باید دقت داشته باشید. چیزایی خداحافظ. چرا میپری جلو ماشین؟ میخوای بپرونمت؟ من نپریدم آخه. پس کی پریده؟ بسته دیگه. بله کافی بود. آخر جانت باشه. آی خب بچه ها ادامه آقا معلم. بابو ماموریت انجام شد. اینم لنگ کفش معلم جان. من قالب کفشو میخواستم نه خود کفشو. پاش سر خود کفشش مون تو گل. خب حالا ما میتونیم یه جفت کفش بخریم. ای معلم عزیز که جانم فدای تو قربان مهربانی و لطف صفای تو. عالی شد. ها؟ نه اون کفش منه. ببخشید ولی اون کفش منه دست شماست. آبرومون رفت. اخراجمون میکنه. بهمون صفر میده. نترسید دیگه هیچ مدرکی نداره. پروژه خرید کفش برای معلم جان منتفیه. آخه چرا؟ چون خبر رسیده بی‌تربی جان کفش خریده. وای نه. ولی نگران نباشی. ما با مطالعه و دقت روی یه عکس از معلم جان به این نتیجه رسیدیم که براش لبخند بخریم. نه نقاشی بکشیم. نه اون نلبکی. باید بهترین کادو رو بگیرید. باید اندازه دهنشو بدونی. اونش دیگه با شماست. معلم عزیز که جانم فدای تو قربان لطف و کفش اندازه دهان تو. این به علاوه اون میشه این منهای این میشه این. در کتاب مرنجان ریاضی اشاره شده که مادر یک مرنج خرید. فکر کنم اندازه دهنش متوسطه. اورانگوتان اندازه دهنش کوچیکه. حیوان وحشی است. این 2X لارجه که اندازه دهنشو بگیریم. نمیشه اندازش ثبات نداره. چرا اینقدر پچ پچ میکنید؟ اجازه آخه والدین جان ما منتظرن میخوام براتون لبخند بخرم. بله ما باید بهترین هدیه رو براتون بگیریم. من کادو نمیخوام. من لبخند نمیخوام. بابا هیچی نمیخوام. بابا ولم کنین. اصلا کی گفته کادو بگیرین برای من؟ بیچارم کردین. ما میخواستیم براتون نقاشی مرنج بکشیم. نه خیر آخه نقاشی هم شد کادو. بابا من اصلا کادو نمیخوام. من نقاشی میخوام. مگه دست توی که کادو ندای؟ دسته دیگه معلم جان اذیت نکنیم. شمشیر آبنباتی با یه گاز علکی مامان و بابا رو ببر به کودکی. سپاسگزارم. راست میگه اون موقع فقط یه شاخه گل میبردیم برای معلممون. معلم کلی هم خوشحال میشد. جان ارزش هدیه که به قیمتش نیست شیرفم شد. اتفاقا بابا جانم بچه بود اینو واسه تولدم کشید. قشنگ نیست ولی دوستش دارم. چه خوشگلی سبکشم کوبی دسته. کوبیدی چیه بیبی جان؟ چای ریخته روش اینجوری شده بهش نگی.